یک منبع خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان در جبهه مقاومت ملی افغانستان خبر ملاقات یک هیئت این جبهه با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان تصدیق کرده است. این ملاقات 19 سپتامبر برگزار شد و در آن 4 نفر امرالله صالح، بسم الله محمدی، تاج محمد جاهد، سابق وزیر کارهای داخلی و محمد ظاهر اکبر سفیر افغانستان در تاجیکستان شرکت داشتند. در این ملاقات مسائل مربوط به افغانستان بخصوص مذاکرات جبهه با طالبان به بررسی گرفته شد، گفته است این منبع. خبر ملاقات رهبران جبهه پنجشیر با امامعلی رحمان ابتدا در یک صفحه در توییتر که به نام جنرال بسم الله خان سابق وزیر دفاع افغانستان باز شده است نشر شد. در آن خبر ادعا می شد که در ملاقات هیئت پنجشیر با امامعلی رحمان رهبر اول مقاومت احمد مسعود هم اشتراک داشت، اما منبع سپوتنیک آن صحیفه را قلبکی نامیده گفته است. یک بخش معلومات آن از جمله ادعا در ملاقات با امامعلی رحمان اشتراک داشتن احمد مسعود، رئیس جبهه مقاومت ملی صلاح الدین ربانی، سابق وزیر کارهای خارجه فضل احمد معنوی، سابق وزیر عدلیه محمد علم عزتیار، معاون رئیس مجلس بالایی خانقاه رضایی وزیر محمد نوری، نمایندگان مجلس نمایندگان پارلمان افغانستان درست نیست. تعدادی از آنها در تاجیکستان حضور ندارند، گفته است منبع. سفارت افغانستان در دوشنبه روز 20 سپتامبر مراسمی را بخشیده به سالگرد دهم قتل رئیس جمهور سابق افغانستان برهان الدین ربانی برگزار کرده بود. سفارت گفت پسر مرحوم صلاح الدین ربانی هم به این مراسم دعوت شده بود ولی نه آمد. همین طور از 5 سپتامبر از روزی که طالبان وارد دره پنجشیر شدند خبرهای پیوسته نشر می شوند که احمد مسعود و امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در دوره اشرف غنی که بعد فرار غنی خود را پرزیدنت اعلام کرد به تاجیکستان پناه بردند. نمایندگان جبهه مقاومت تنها در عرفه نشست اودکبه و سازمان همکاری‌های شانگهای به تاجیکستان رفتن امرالله صالح را تصدیق کردند، ولی همچنان اصرار می‌ورزند که احمد مسعود در افغانستان است و با پنجشیر تماس دارد. بنا به اطلاع منبع سپوتنیک، امرالله صالح، بسم الله خان محمدی و تاج محمد جاهد طی 2 روز اخیر و نمایندگان پارلمان افغانستان خیلی بیشتر وارد تاجیکستان شدند. بقیه ذکر شدگان به شمول احمد مسعود و صلاح الدین ربانی در تاجیکستان حضور ندارند، گفته است این منبع. بسم الله خان محمدی که 15 آگوست بعد سقوط کابل از طریق ازبکستان به دبی فرار کرده بود، روز 15 سپتامبر در عرفه نشست اودکبه و سازمان همکاری‌های شانگهای همراه تاج محمد جاهد وزیر کارهای داخلی سابق افغانستان در سالهای 2016-2017 از دبی به دوشنبه آمد. بنا به گزارش‌های نشر شده چندین مقام دیگری در حکومت قبلی افغانستان بلندپایه از جمله میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان، محمد علم عزتیار معاون رئیس مجلس بالایی و چندین نماینده مردمی و فرماندهان ضد طالب افغانستان در تاجیکستان خبر می‌دهند. خبرگزاری رویترز اخیراً خبر داد که 156 عسکر و افسر افغان از جمله خلبان‌هایی که با 16 هواپیماهای جنگی از افغانستان به تاجیکستان فرار کردند در 2 آسایشگاه نگاه داشته شده منتظرند که آیا آمریکا آنها را کی و به کدام کشور انتقال خواهد داد. خبر ملاقات هیئت پنجشیر با امامعلی رحمان در حالی است که پرزیدنت تاجیکستان روز 7 سپتامبر در حاشیه نشست شانگهای با سروزیر پاکستان عمران خان در مورد در دوشنبه برگزار کردن مذاکرات بین طالبان و تاجیک‌های افغانستان توافق کردند. عمران خان گفت توافق شد که تلاش خواهند کرد تا در کابل یک حکومت فراگیر روی کار بیاید و آتش جنگ در افغانستان بالاخره خاموش کرده شود.